ایف سختیش اینه که سختی نداره که ایف یعنی اگر یه چیزی شد یه کاری بکن. مثلا تو پایتون من اینجوری می‌نویسم اگر این کنترل سی بزنم بریک بشه. سنم چقدر بود؟ سن ندارم. چرا ندارم؟ چون سن رو تعریف کردم، بعد از پایتون رفتم بیرون، برگشتم تو پایتون. اون موقع معتبر بود، الان کسی نمیدونه سن چقدره. پس میزنم سن مساوی 39. اوکی، سن رو الان دارم. حالا میتونم بزنم که if اگر سن بزرگتر از سن کوچیکتر از سن مساوی 2 تا داره، چون که نمیخواد بگه که یادتونه وقتی میزدم سن مساوی 39 برابر این میشد. اگه بخوام بگم آیا برابره باید 2 تا مساوی بذارم که با اون فرق کنه، با اون بالاییه. در واقع من 2 تا میذارم یه جوری اینجوری میشه. یعنی من باید 2 تا بذارم که مقدار دهی نکنه. اینجوری داشت مقدار دهی میکرد، میگفت سن رو برابر 39 قرار بده. حالا من میخوام بگم اگر سن کوچیکتر از 40 بود 2 نقطه چیکار کن؟ یه 2 تا میام جلو، یا 3 تا یا 4 تا، یا تپ میزنم یا هرچی. بذارین تپ بزنم، یه تپ میزنم به اندازه کافی میاد جلو. این یه مفهوم برنامه نویسیه. من بلوک دارم، یعنی میگم که اگر یه شرطی شد این تیکه رو اجرا کن، 200 بار این کارو بکن، از 1 تا 10 بشمر هر بار این کارو بکن. در صورتی که به یه مشکل برخوردی این کارو بکن. در واقع اینجوریه دیگه. به شما میگن اگر داییت اومد چراغا رو خاموش کن، درم باز نکن، بگو ما نیستیم. حالا برنامه‌اش اشکال داره، چون وقتی میگی ما نیستیم یارو میفهمه که شما هستید. ولی میبینی میگه اگر این شد این کارا رو بکن. اینکه این کارا رو چه جوری از هم جدا کنی، در واقع فهمی که چقدر باید اون کارا رو بکنی، چند تا کار باید بکنی اگر در واقع اتفاقی افتاد. تو پایتون با جلو رفتن کنگره بندی درست میشه. یعنی اگر من یه تب زدم، خب یه خورده میام جلوتر تایپ میکنم دیگه. ای بابا اینو باید فکری براش بکنم. در واقع اگر اومدم جلوتر تایپ کردم، یعنی اینکه اگر این شد این کار رو بکن. مثلا اگر اینجوری شد وضعیت رو بزن هپی. نمیشه، یادتون هپی یه رشته استرینگ عددی نیست، فقط بذارمش رو دبل کد. دوباره برم جلو همون قد. تو پایتون یه خورده حساسه، حتما باید دقیقاً همون قد بریم جلو. پیشنهاد میکنم تپ بزنین، برای اینکه به اندازه کافی خودش میره جلو هر دفعه. من میگم اگر سن کوچیکتر از 40 سال بود وضعیت رو بکن هپی، پرینت کن، چون میخوام یه رشته پرینت کنم، در واقع یک مجموعه استرینگ بهش میگن تو برنامه‌نویسی، یه عبارت حرفی. او هنوز جوونی حسابی ها. و انتر. هنوز داره از من دستور میگیره. میبینید 3 نقطه میذاره، نرفته تو دستور بعدی مثل این که میزدم سن مساوی 39، چون هنوز نمیدونه من چقدر کار میخوام بکنم. یه انتر دیگه که بزنم وضعیت رو برابر هپی قرار داده که خب من نمیبینم، و نوشته پرینت. او هنوز جوونی ها، اینو برام نوشته. اگر الان بگم وضعیت رو هم بگو، بهم میگه هپی. حالا میتونم اصلا بنویسم اگر سن بزرگتر از 40 سال بود. سن رو یادتونه چنده؟ 39. این بالا تعریف کرده بودم. میگم اگر سن طرف بزرگتر از 40 سال بود، یه تپ میزنم، در نتیجه میگم حالا این کار رو بکن، وضعیت رو بکن عالی، و بنویس. اینجوری هم میتونستم بزنم که بدونم چند تا اسپیس هم دیدیم، به جای دبل گیومه یا به اصطلاح دبل کود که گیومه یه دونه کود زدم. میگم اگر سن بزرگتر از 40 سال بود بنویس 40 سالگی رو رد کردی ایول. انتر میزنم، میگه هنوز آیا میخوای بنویسیم؟ میتونم برم جلو یه چیزای دیگه هم بنویسم. میگم نه همینا خوبه. در ظاهر هیچ کاری نکرد. چرا؟ چون سن کوچیکتر از 40 بود. من گفتم اگر سن بزرگتر از 40 بود این کار رو بکن. وضعیت ها یا عوض شده؟ نه، وضعیت همون هپیه که این بالا بود، یادتونه، چون سن کوچیکتر از 40 بود. در واقع این لاجیک خیلی ساده شرطه. فقط یادتون باشه برای مشخص کردن بلوک ها، مثلا فور این کار رو بکن، اگر این کار رو بکن، اسم تابع، اینا توشه. تو پایتون به اندازه مساوی میریم جلو. من الان یه دونه تب زدم. آپشن های بعدی رو بعداً بهتون میگم. شما هر چقدر میخواین میرین جلو، ولی همش باید یه اندازه باشه.
اگه اینجا یه اسپیس هم داشت قاطی میکرد، میگفت من نمیدونم چرا اومدی جلو. پایتون براش مهمه این فضاهای خالی، خیلی از زبان‌ها براشون مهم نیست. یکی از پیچیدگی‌های پایتون اینه اگر هیچی برنامه‌نویسی بلد نیستین و می‌خوایم واردش بشین، یا اینکه اگه برنامه‌نویسی بلدین و می‌خوایم سراغ پایتون تعجب می‌کنید، ولی باعث میشه کد تمیز قشنگی داشته باشید. الان ببینید هر کی اینو ببینه هیچی هم از برنامه‌نویسی ندونه، معلومه دیگه نوشتیم if سن بزرگتر از 40 بود وضعیت رو بکن عالی، اینم پرینت کن رو صفحه بنویس. پس این میشه خلاصه if. با ما باشین برای درس 3.